تمام امت من به بهشت داخل می شوند مگر کسی که خود از داخل شدن به بهشت امتناع ورزد. اصحاب گفتند ای رسول خدا، چه کسی است که از داخل شدن به بهشت اجتناب می ورزد؟ فرمود هر کسی که از من اطاعت کند به بهشت داخل می شود و هر کسی که از من نافرمانی و سرپیچی کند او همان کسی است که خود از داخل شدن به بهشت امتناع ورزیده است. کسی که این سه خصلت را داشته باشد شیرینی و حلاوت ایمان را می چشد. اول این که الله و رسولش را از همه بیشتر دوست داشته باشد. دوم این که محبتش با هر کسی به خاطر خوشنودی الله جل جلاله باشد. سوم این که برگشتن به سوی کفر برایش مانندی رفتن در آتش ناگوار باشد. از بزرگترین گناهان این است که مرد والدین خود را دشنام می دهد. گفته شد ای رسول خدا، چگونه والدین خود را دشنام می دهد؟ فرمودند یک شخصی پدر دیگر شخص را دشنام می دهد و او در جواب پدر آن مرد را دشنام می دهد و او مادر شخصی را دشنام می دهد و او در جواب مادرش را دشنام می دهد. آن کسی که پیوند خویشاوندی را قطع می کند وارد بهشت نمی شود. شما مسلمانان به یکدیگر حسد نورزید، به زیان یکدیگر سازش نکنید و به یکدیگر بغض و کینه نورزید و به همدیگر پشت نکنید. بندگان الله جل جلاله و برادران همدیگر باشید. مسلمان برادر مسلمان است. به برادر خود ستم نمی کند. دست از یاری و کمک او نمی کشد. او را تکذیب نمی کند. او را خوار و ذلیل نمی سازد. این تقوا و پرهیزکاری است و 3 بار به سینه مبارکشان اشاره فرمودند. برای انسان همین کافی است که برادر مسلمان خود را حقیر و کوچک شمارد. خون و مال و شرف و ناموس هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. کسی که دیگری را با فسق و کفر متهم می سازد، اگر آن شخص چنین نباشد فسق و کفرش بر خودش بر می گردد. به مردگان ناسزا نگویید، زیرا آنان به نتیجه اعمالشان رسیدند. تمام امت من در خیر و عافیت است مگر کسی که گناهش را برای مردم آشکار نماید. و از دیوانگی آن است که فردی در شب کاری بدی انجام داده باشد و الله جل جلاله آن کار را بر او ستر کرده و پوشانده باشد، ولی خودش آمده و آن را بازگو می کند که ای فلانی، من دیشب چنین و چنان کردم، در حالی که الله جل جلاله در شب عیب او را پوشانده بود و او در صبح آمده آن را آشکار می کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.